گل‌ها جزو زیباترین مخلوقات خداوندن که دیدن زیبایی ظاهری، بویدن عطر دلپسند و لمس لطافت گلبرگاشون احساس عمیق و شگرفی رو به بشر هدیه کرده. توی این فیلم به سراغ یه تعدادی از این مظاهر زیبایی میریم که با شکل عجیب و خاص خودشون هر بیننده‌ای رو متحیر میکنن. گل بیگانه شاد یا گل کلسولاریا یکی از نایابترین و شگفت‌انگیزترین گلاییه که توی کوههای آند جنوبی رشد میکنه. یه ترکیبی از رنگای زرد و سفید و نارنجی داره و شکل یه آدمیه که هدفون رو گوشش گذاشته و داره میخنده و با سینی خالی از شما پذیرایی میکنه. دختران رقصان یا دختر بالرین شبیه دختری که دامن پوشیده، بازوهای سفیدش رو باز کرده و داره میرقصه. به 2 رنگ صورتی و سفید دیده میشه. عمرش طولانیه، قدش به 8 متر هم میرسه و توی جنگل‌های آفریقای شرقی و دمای کمتر از 45 درجه رشد میکنه. گل فرشته که شبیه یک فرشته سفید پوشه یه نوع ارکیده است. بومی همه قاره ها به جز قطب جنوبه و در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر رشد میکنه. گل روح مقدس یا ارکیده فاخته اینم یه گونه کمیابه. داخل شکوفه که نگاه میکنی یه کبوتر کوچیک و سفید رو میبینی که اونجا نشسته. این گل در اواخر تابستان و اوایل پاییز ظاهر میشه. حواسیل سفید شبیه پرنده‌ای که با بالای ریشه‌دار و گردن بلند و خمیده است و انگار یه مرغ سفید در حال پروازه و زیبایی خیره کننده‌ای داره. ارکیده سر پرنده یکی از محبوب‌ترین ارکیده هاست که به راحتی هم رشد میکنه و داخلش که نگاه کنید دقیقاً انگاری که سر یه پرنده توی گل قرار گرفته. به عنوان یک گیاه آپارتمانی ازش مراقبت میکنن و این گیاه 2 تا 3 ماه هم میتونه دوام بیاره. گل توتی که شکلش دقیقاً شبیه یک توتی خیلی زیباست، بومی کشور تایلند و تا ارتفاع نیم متر هم قدش میرسه و به رنگ بنفش و قرمز دیده میشه، ولی متاسفانه رو به انقراضه. گل بوسه که اول به شکل یک لبه ولی بعد از 2-3 روز گلای سفید و زرد ازش بیرون میاد و مثل اینه که گیاه میخواد زبونش رو بیرون بیاره و شما رو مسخره بکنه و این گل رو به عنوان هدیه روز ولنتاین در آمریکای مرکزی استفاده میکنن. گل بیرنگ شونده گلای سفید کوچک و زیبایی هستن که به محض اینکه آب بهشون میرسه یا بارون بهشون میخوره شفاف میشن. این گلا بومی شمال و مرکز ژاپن هستن. این گل شبیه نوزادی که توی قنداق پیچیده شده و این گل زیبا فوق العاده معطره و در فصل بهار شکوفا میشه. گل قلب خونین که به 2 رنگ سفید و قرمز دیده میشه در کشور چین و کره و ژاپن رشد پیدا میکنه و توی یک شاخه ممکنه که 10-15 تا گل کنار همدیگه قرار بگیرن. این گل فوق العاده زیباست. گل مرد برهنه یا ارکیده ایتالیایی که توی مدیترانه رشد پیدا میکنه دقیقاً شکل یک مردیه که برهنه روی شاخه قرار گرفته. مرغابی در حال پرواز بومی مناطق وحشی استرالیا
و دقیقا شکل یک مرغابیه. گلیه که شکوفه‌های قرمز و بنفش و سبز داره و در اواخر بهار و اوایل تابستون ظاهر میشه. خفاش سیاه ترسناکترین گیاه دنیا با کلی خواص دارویی که تو طب سنتی چین ازش استفاده میکنن. برای درمان بیماری‌های مثل فشار خون، زخم معده، سوختگی و سرطان ازش استفاده میکنن. کاکونه یا عروسک پشت پرده که اینم کلی خواص دارویی داره. جوشوندش ادرارآور، مسکن و ضد عفونی کننده است و گیاه بومی شرق و جنوب آسیا و اروپا است. گیاه جمجمه که به خاطر شکل عجیب شایعه‌های زیادی در موردش گفته میشه. مثلا میگن اگه کسی اونو تو باغچه خونش بکاره هیچ وقت فریب نمیخوره. ولی از طرف دیگه بازم به خاطر اون شکل عجیبش میگن بهش درخت زقومم میگن. درختی که توی جهنم رشد پیدا میکنه و میوه‌های اونو به آدمای گناهکار میدن بخورن و خیلی هم تلخ. گل پرنده که به رنگ زرد دیده میشه دقیقاً شکل یک پرنده‌ایه که در حال پروازه. از هر طرف و به هر طریقی که نگاش بکنی دقیقاً مثل یک پرنده در حال پرواز و زیبا خودنمایی میکنه. ارکیده صورت میمونی یا دراکولای میمون شکل‌های مختلفی از این گل دیده میشه که دقیقاً به شکل میمونه و توی هر فصل چندین گل میده. گلاش هم بوی پرتقال رسیده میدن. این گل بومی جنگل‌های اکوادور، پرو و کلمبیا، ولی متاسفانه به خاطر تخریب زیستگاهشون این گل در معرض انقراضه. گل بامبی یا گل زنبور که بوی زنبور مادر از خودش متصاعد میکنه و باعث میشه که زنبورای نر به سمت اون بیان و به این طریق باعث گرد افشانی و رشد و تکثیر خودش میشه. ولی متاسفانه این گیاه هم رو به انقراضه. اگر فیلم‌های جنگ ستارگان رو دیده باشید شخصیت دارت ویدر رو هم میشناسید. این گل خیلی شبیه این شخصیته. ارکیده با تصویر سر یک ببر داخل اون که یکی از شگفتی‌های خلقت خداونده. فلزیا بزرگترین گل دنیا که بلندیش به 3 متر هم میرسه و فوق‌العاده بدبوه و بوی جسد مرده رو میده. شما روی این گلا چه اسمایی میذارید؟ لطفاً توی کامنت ها برام بنویسید. اگه از این کلیپ هم خوشتون اومده ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم به صدا در بیارید تا از فیلم‌های بعدی ما باخبر بشید.